وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 11 اپریل در بین 3 ساعت در دو صدمه در شهر دوشنبه و نویه تاجیک‌آباد دو پیاده‌گرد از جمله یک کودک 5 ساله جان باختند. بنابراین منبع 11 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 15:20 راننده ماشین تمغه دیو سیلو محمد شایف محمد ظاهرشاه اسکندرویچ سال تولدش 1984 ساکن نویه تاجیک‌آباد هنگام حرکت در شورای اتومبیلگرد وحدت رشت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد عبدالغفورزاده حبیب‌الله سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد عبدالغفورزاده جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین نیمه دوم روز 11 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 18:20 راننده ماشین تمغه لکسوس فاضلوف نعمت الله زاکیروویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در حدود نویه اسماعیل سامانی پایتخت پیاده‌گرد خردسال نسیم و یاسمینا فروخوونا سال تولدش 2017 ساکن همین شهر را پخش نموده است. در نتیجه خردسال نسیم و یاسمینا جراحت گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.